دوستا قسمی که میبینید ما امروز 13 بدر است. اینجا آمدیم جبرائیل است، منطقه جبرائیل است، پشت زیارت است. این سال نسبت به سالهای قبل کمتر است. قسمی که تصویر میبینید زیاد جمعیت مردم نیست به خاطر از اینکه 13 بدر گفتم که باید کس نیاید 13 بدر به 13 بدر. باز امروز تعدادی از مردم اینجا آمده به خاطر تفریح 13 بدر آمده. قسمی که تصویر میبینیم دوستا، قسمی که در تصویر میبینید اینجا مردم آمدن دیگه به خاطر 13 بدر امروز تفریح. البته امروز 13 نیست، 12 دیگه، به خاطر که فردا روزه دیگه مردم اینجا جمع شده که به خاطر روزه دیگه نمیتونه که 13 بیاید دیگه. اینجا مردم هم جمع شده، مردم زیادیه دیگه. قسمی در تصویر میبینید دیگه مردم آمده دیگه 13 بدر. قسمی که میبینید مردم جمع جوشش نسبت به سالهای قبل کمتر است. سلام کاکا، خوب هستین؟ سلام علیکم. جان شما است بخیرین؟ چه کار مونین اینجا شما؟ اینجا علف داریم میکنیم. خب علف درا میکنید ها؟ خب چطور امسال همی 13 نسبت به سال قبل شما خو اینجا زمین ها شما هستن، مردم هم اینجا زیاد میاد، چی رقم است؟ والله امسال 13 که البته امروز که 12 درست. خب چون فردا احتمالاً روزه شاید باشه، اما خاطر مردم بیامدن بیرون اون کم رنگه. خب یعنی نسبت به سالهای قبل هم کم رنگ تر است دیگه. کم رنگ تره بله. خب تشکر کاکا، سلامت باشید. سیزده بدر سال 1401 بود که به شما به نمایش گذاشته شد و همچنان امید که خوشتان آمده باشه و چینل ما را سابسکرایب کنید و همچنان منتظری ویدیوهای دیگر باشین. همچنان ما هم کوشش زیاد میکنیم که ویدیوهای جالب و دیدنی برای شما به نمایش بگذاریم.